بسم الله الرحمن الرحیم. سلام دوستان عزیز، به درس جدیدتان خوش آمدید. چینل ما به نام تک فارسی است. اگر سابسکرایب نکردین دیگه سابسکرایب بکنید، با دوستانتان شریک بکنید و ویدیوی ما را لایک بکنید تا اینکه حمایت شویم و براتون ویدیوی جدید به اشتراک بگذاریم. خب درس امروز ما در CSS در رابطه با CSS باردرز است. امروز می‌خوانیم که CSS باردر چطور کار میشه، یعنی باردرها چی است، در CSS چطور میتونیم با او کار بکنیم و کدام استایل ها رو میتونیم بالای باردر تطبیق بکنیم. در CSS باردر اتریبیوت یا مشخصات باردر به ما اجازه میده که یک استایل های مثل که برش استایل تعیین بکنیم، استایل هایش که چی رنگ باشه، مثلا ارزش چی باشه، ارز تعیین بکنیم، رنگ تعیین بکنیم و همچنان نوعیت باردر تعیین بکنیم که چی نوع باردر میخوایم برش بدیم. این هدف اینی باردر این است که ما میبینیم اینا باردر است، این باردر است، این باردر است، هر کدام اینا یک باردر است. میبینید این باردر است. پس اینا رو ما چطور میسازیم؟ به خاطر باردر ساختن ما و شما اولین بخشی که داریم باردر استایل است که ما استایل میتونیم باردر خود که چی نوع یک باردر باشه. باردر میتونه داتت نقطه نقطه باشه، دشت باشه، سولاید باشه، دبل باشه، گروف، ریچ، اینسیت، اوتسیت، نن و هایدین. پس ما یا را میبینیم هر کدام میشه. به مثال واضح میبینیم که چطور میتونیم کار بکنیم. اینجا نشان هم داده که استایل های باردر هر کدامش اینی شکلی که است، این داتیت است نقطه نقطه، دشت ای به این شکل است، سولایت به این شکل است، دبل به این شکل است، گروف به این شکل است، ریج به این شکل است، اینسیت به این شکل است، اوتسیت هم به این شکل است. نو باردر نداره، هایدین هم پنهان است و میکست که است به شکل میکس است که چندین نوع تعیین میکنیم. خب میایم میره مثال کار میکنیم. اول باردر استایل میایم یک مثال جدید میگیریم. درسی هفتم ماست البته. میگیم که sevent.html سیست. حالا میایم یکی دیگه میگیریم، میگیم که sevent.css. در HTML میایم ما میگیم که .html و HTML باز، HTML بسته، هید بسته و بعدیش میگیم که بادی باز، بادی صفحه و بادی صفحه هم تگش بسته. خب در بادی صفحه میاییم ما یک دیو میگیریم، دیو و کلاس میتونیم مثلا به این دیو مثلا و دیو هم چی میکنیم؟ بسته میکنیم. داخل دیو ما یک پاراگراف میتونیم، میگیم که مثلا topic about یک افغانستان می پیست میکنیم در یک قسمت همون تاپیکی که بود، پاراگرافی که بود داخل دیف پیست میکنیم. میایم در یک قسمت را تا این قسمت باز کت میگیریم، این قسمت چه پاک میکنیم، یعنی این قدر میمونیم و پاراگراف اینجا بسته میکنیم. پاراگراف را باز کردیم، میگیم افغانستان است. پاراگراف اینجا یک بریک میتیم، باز دربارش معلومات بیاد. پاراگراف هم میایم در کجا بسته میکنیم، در این قسمت پاراگراف هم بسته میکنیم، سیو میکنیم. حالا بیایم میره رن کنیم ببینیم که چی نشان میده به ما. فقط فعلا درباره افغانستان معلومات نشان میده. در این چیزی دیو گفته بودیم داخل دیو، ولی دیو نشان نمیده. پس میایم دیو ما را اول استایل میتیم، میگیم که دات این دیو، هر کلاسی که این دیو بود، الیمنتی که کلاس این دیو بود در این باردر میتیم، باردر میتیم. ببینیم دیو چطور باردر میتیم. میگیم که باردر استایل که گفتیم، یعنی استایل باردر چطور باشه. میگیم که دشت باشه مثلا، سیست و ویدش چقدر باشه. ویدی دیو ما میگیم 500 پیکسل باشه. هایتش هم میگیم 400 پیکسل باشه. بیایم ببینیم. بعد از این نمایش نداد. چرا؟ چون کالر ندادیم. میگیم که باردر داش کالر، رنگش هم چی باشه؟ میگیم رید باشه بیخی
و یک چیزی دیگه هم در باردار مونده، میگیم باردار داش یکی ویت که عرض باردار چقدر باشه میگیم 2 پیکسل باشه. چرا نمیه اندیو منم اندیو گرفته بودیم دیو کلاس شه اندیو است دیو کلاس اندیو است. چرا نمیه؟ باز ما گفتیم چرا نمیه. میبینید استایل تطبیق نمیشه. چرا نمیشه؟ به خاطر که ما یه CSS ربط ندادیم. پس میگیم لینک ریلیشن مساوی به استایل شیت و همچنین href مساوی به چی؟ 7.css سیو میکنیم. قبل از اینکه سیو کنیم اینی باردار کالا رو چی رو برداریم ویته بر تنها باردار نشون میدیم. بیایم ببینیم اینی باردار است چون دیو ما خورد است نوشته زیاد است. بیایم ایره 700 در 500 ببین اینی دیو ماست. میبینید بای دیفالت کالرش چی گرفته؟ سیاه گرفته. میتونیم که باز کالر از تغییر بدیم. میبینیم اینی پاراگراف ماست که داخل دیو است. هدف ما از باردار استایل اینی استایل باردار است که داشت است. میتونیم میره گفتیم به جای داشت چی بانیم؟ سولاید بانیم. سولاید ببینید این سولاید است. اگر بگیم داتت این داتت به این شکل است. میبینید نقطه نقطه است. و دیگه چی استایل داشتیم؟ ببینیم اینا رو پاک کنیم. دبل گروف ریچ دبل ببینید کنترل اس میبینید دبل به این شکل است. دبل خط آمده و گروف باردار استایل نوشته میکنید. استایلش که مثلا گروف بگوییم به این شکل است و اگر ریچ بگوییم ریچ به این شکل است. و دیگه چی داریم؟ اینسید اوتسید نان هایدین و میکس. اینسید اگر بگوییم اینسید میبینیم اینسید داخل رفتگی است باردار. اوتسید اگر بگوییم بیرون آمده باردار به شکلی که است که بیرون آمده. و همچنان هایدین باردار پنهان میکنه. فکر میکنی باردار نداره ولی داره در اصل. و نو باردار که است نو باردار هایدین و نو باردار است. فکر کنم نو باردار یا نن است. نن هیچ باردار نمیده. ببینیم هیچ بارداری نیست. و اگر میکس بانیم میکس مثلا بگیم که اول داشت باشه بالای سرش طرف دیگهش داتت باشه طرف دیگهش هم اوتست باشه طرف دیگهش هم گروف باشه. حالا ببینیم میکس استفاده کردیم. اینجا میبینید داشت است، اینجا داتت است، اینجا اوتست است، اینجا گروف است. یعنی استایل های مختلف بالای باردار چی کردیم؟ تطبیق کردیم. این بود باردار استایل که ما استایل های مختلف باردار دیدیم. دیگه باردار ویت است. باردار ویت به خاطر از استفاده میشه که ما ویت باردار یا هم ضخامت باردار تعیین بکنیم که چقدر باشه. میتونیم از این طریق تعیین بکنیم و کدام طرف باردار چقدر ویت داشته باشه این رو هم تعیین کرده میتونیم. مثلا من میگم که همین باردار از رو ببینیم به چه شکل است؟ به این شکل است. پس من میگم همین را تنها چی میگیرم باردارش؟ اول تنها سولاید میگیرم سولاید و ببینیم سولاید به این شکل است. حالا ما به ازی ویت میتونیم ضخامت. پس میگم باردار ویت ضخامت باردار ما چقدر باشه؟ میگم که 5 پیکسل یا 4 پیکسل باشه. ببینیم چقدر ضخیم میشه. میبینیم هر چقدر زیاد کرده بریم امو ضخامت یا امو ویت باردار ما زیاد میشه. مثلا من میگم که 2 پیکسل شمامی زیاد نباشه. 2 پیکسل به این شکل است. و اگر اطرافش هر طرفش ما بخوایم چی بکنیم من میگم که 2 پیکسل یک طرفش باشه 3 پیکسل دیگه طرفش باشه 4 پیکسل دیگه طرفش و 5 پیکسل هم دیگه طرفش باشه. ببینیم 1 پیکسل است 2 پیکسل است اینی 3 پیکسل است و 4 پیکسل است. هر کدامش با ویدای مختلف داده. به این شکل میتونیم تعیین بکنیم و وید میکس بدیم که چطور هر طرفش ما وید بدیم.
و دیگه باردر کالر است. باردر میتونیم که کالر یا رنگ هم بتیم. رنگ باردر هم ما میتونیم با نیم تعیین بکنیم، هگزادسیمال RGB HSL فرق نمیکنه. اینجا میتونیم به باردر رنگ تعیین بکنیم و هر ساید باردر میتونیم رنگ بدیم که یک طرفش رنگ باشه دیگه طرفش چه رنگ باشه. پس میگیم که باردر داش کالرش چی باشه؟ من میگم کالرش مثلا به این رنگ باشه. سیو میکنیم. وقتی ببینیم کالر به این رنگ شده. اگر ما بگیم به هگزادسیمال قیمت بدیم میگم مثلا E F D A و C B با این رنگ باشه. حالا بیایم ببینیم باردر کالر به این رنگ شد. یا هر قسمی که شما رنگ میتونید RGB هم میتونید بدید، مشکل نیست. RGB من میگم که 111 222 333 به این شکل رنگ میدیم. ببین این رنگ گرفته. و باردر کالر هم ما میتونیم که هر طرفش جدا جدا رنگ بدیم. مثلا ما بگیم طرف راستش رد باشه و طرف دیگهشون گرین باشه، رد باشه، گرین باشه، بلو باشه و همچنان براون باشه یا بلک باشه. چی باشه میگیم این شکل باشه. صحیح سیو میکنیم. حالا بیایم ببینیم. میبینیم رد، بلو، گرین و به این شکل هر طرفش ما میتونیم رنگ بدیم. بعد از بک‌گراند کالر و باردر کالر باردر سایتس داریم که ما میتونیم هر طرفی باردر استایل بدیم. مثلا لفت باردر، بوتوم استایل باردر، تاب استایل باردر، لفت استایل که را ما کار کردیم ولی نگفتیم که از کدام طرفش به چه شکل. این را میتونیم که مستقیم به جایی که مستقیم کالر بدیم یا به جایی که مستقیم استایل بدیم به این شکل. ببینیم به جایی که مستقیم باردر استایل بگیم مثلا سولاید داتید گروف و ریچ. اینی را ما گفتیم چهار طرفش باردر میته به اشکال مختلف، ولی امیر اگر ما جدا جدا بگیم چه قسم میگیم با باردر اینجا براتون نشون میدیم. باردر مثلا تاپ استایل، باردر رایت استایل، باردر باتوم استایل جدا جدا میگیم. میتونیم میره به این شکل نوشته کنیم باردر تاپ استایل. مثلا تاپ استایل چی باشه؟ داتت باشه. و بگیم باردر لفت استایل میگیم که داشت باشه. باردر رایت استایل میگیم که گروه باشه. باردر کدام مونت بوتوم استایل میگیم که چی باشه؟ اینسیت باشه. این رو میتونید تعیین کرده. میتونیم ببینیم حالی به این شکل تعیین کردیم. و اگر میخواین کالر هم به مو شکل یا ویت هم به مو شکل تعیین بکنید، ما میگیم که ویت کلش یک جای نوشته نمیکنیم. این شکل خوبتر از کوتاست، ولی اگر شما خواستید که بفهمید نوشته میکنید باردر مثلا تاپ ویت چقدر باشه. میگیم که دو از زیاد شروع شد 5 پیکسل باشه. میگیم باردر لفت ویت چقدر باشه. میگیم که 4 پیکسل باشه. همین شکل باردر رایت ویت چقدر باشه؟ 3 پیکسل باشه. باردر بوتوم ویت میگیم 2 پیکسل باشه. حالا سیف کنیم بیایم ببینیم هر کدام از زیر ما ویت دادیم بهش. به این شکل میتونیم کالر هم تعیین بکنیم. به جایی که یک جای به این شکل کوتاه نوشته کنیم میتونیم کالر جدا جدا باردر مثلا تاپ کالر میگیم چی باشه؟ یعنی گولد باشه. باردر بوتوم کالر مثلا پایینش چه رنگ باشه؟ براون باشه. باردر لفت کالر میگیم که گرین باشه. باردر رایت کالر میگیم که برو باشه. حالا ببینیم رنگ های مختلف تعیین کردیم. یعنی هم به شکل کوتاه نوشته میتونید و هم به شکل جدا جدا میتونید کار انجام بدید. هدفش از این است. و باردر شارت هندز
اما چیزایی را که ما خواندیم اینجا به شکل کوتاه براتون نشان میده که میتونید به شکل کوتاه نوشته بکنید. مثلا باردار رو بگین 5 پیکسل سولید رید مستقیم هم وید بدین هم نویتش تعیین بکنیم هم رنگ بدین. و همچنان میتونید که باردارا رو به شکل تعیین بکنید. مثلا ما بدون که اینقدر کد نوشته بکنم این رو پاک میکنم مستقیم میایم باردار میتونم میگم باردار نه ویت نه هایت چیز نوشته نمیکنیم نه ویت هم نوشته نمیکنیم کالر هم و باردار ویت داشتیم باردار کالر رو داشتیم و باردار استایل هر سیش یک جای کوتاه چطور نوشته میکنیم باردار میگیم اول ویت چه میتیم مثلا میگیم 3 پیکسل دوم نوعیت چه میتیم میگیم که داشت و سوم کالر چه میتیم میگیم براون به این شکل کوتاه به این شکل است باردار نوشته میکنید بعد از اول ویت چه میتین نوعیت یا استایل چه میتین رنگ چه میتین وقتی بیایم ببینیم به این شکل کوتاه باردار و دیگه باردار راوندد باردر چطور میتونیم باردارهای خود راوند بسازیم یعنی کنجایش به این شکل دایره یعنی سایه بدیم رادیوس بدیم از باردار رادیوس استفاده میکنیم باردار رادیوس که چقدر ما میخوایم باردار تغییر کنه با موش اندازه ما رادیوس میتیم بریش مثلا من میگم که این قسمت باردار رادیوس میگم که 8 پیکسل باشه بیایم ببینیم چقدر فرق کرده میبینید این کنجاره سابق به شکل بود امیر رو کنیم کٹ کنیم ببینیم کنترل اس به این شکل است میبینید اگر این راوند میسازید یعنی سایه میتونید کمی کج میسازید به این شکل باردار رادیوس میتونید این از راوندد ساختن میتونیم که 20 پیکسل بگوییم فرق نمیکنه این به ما اندازه راوند شده میره میبینید این بود درسی باردار که ما شما خواندیم درس بعدی ما در رابطه با مارجین است باز میخوانیم درس ما اینجا به پایان میرسه چیزی سوال انتقاد پیشنهاد داشتین میتونید کامنت کنید تا درس بعدی خداوند یار مددگار